الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. رسولulloh sallallohu alayhi va sallam گفتند: هر شخصی که به سوی برادرش با یک آهن یا کارد اشاره می کند، یقینا ملائکه ها او را لعنت می کنند، اگرچه همان برادرش از پدر و مادرش باشد. و در دیگر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید: اشاره نکند یکی از شما به سوی برادرش، شاید شیطان او را وسوسه می کند و برادر خودش را با کارد یا با سلاح یا به هر آلاتی در دستش هست می زند، در یکی از چقری های دوزخ می افتد. مسلمان باید نه به طریق شوخی، نه به طریق بازی، نه به طریق جدی باید به سوی برادر مسلمان کارد و سلاح نکشد. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.